سلام علیکم دوستان. سه پریچین می شود که موجی سیم کارتا کار نمیکند، یعنی پرشفکا سازه موجی سیم کارتا نمیبراید. خب چقدر ما پرویکا میکنیم؟ از بردار ما پادرobna با شما نشون میدیم. میدویم منیو سنیبار میریم، ستیر پلات فایل دا میدویم، کنفیگوراسیا دا اوکی میکنیم. یک بار کنوبکای کبوتا اینجا کلیک میکنیم، اینجا قیمش not dongle device. یک بار دیگه اینجا قیم not dongle device. خلاصه چند باری اینجا قیمش not dongle device میگه. در حالت بردارو سه پریچین میشود که همین موج کار نکیسه. IPO نیست، IPO در اینجا نشون ندویسه، not dongle device میگه. کاروچه دا چند پریچین میشود. پریچین یکم ای کابل میشه، کابلی بردارو کابلی هاسکو. پریچین ای سبب میشه یکم پریچینش کابلی که میویا کابل چای مایدار این موج آنتنا را میتا موجود بید ای میشه. اگر این دوی خونه دا باشه ای بیرونی چی موندن در کور تریزا، چون که ای سبب میشه موج نرسش. خب دیم پریچین برادرها ای سیم کارتا میشه. سیم کارتا وایرون باشه، اینجا سیم کارتا اگر وایرون باشه، وایرون شدگی باشه و محکم کاگی باشه سیم کارتا ای اون سبب میشه برادرها. خب سیم پریچینش جوی سیم کارتا وایرون میشه. مثل سیم کارتی здесь есть, اینجا جوی سیم کارتا وایرون میشه. برای این رو فهمیدم برادر ما چیکار میکنیم؟ اولش ای کابلی سیم کارتا کو موج سیم کارتا میتا ای کابلی سیم کارتا پرویکا میکنیم. ای کابلی سیم کارتا میشه کابل سیم کارتا که برادرها یکم جاش کندگی باشه، یکم جاش مثال ابری باشه موجود بیده، یعنی not dongle device مینیسه. یکم یا پرویکا میکنیم. بعدی پرویکا کدن باز not dongle device بگه برادرها سیم کارتا را معالج میکنیم. اگر سیم کارت چند قیس بوده نبردیمش، بعضی سیم کارتا چند قیس بودهش نمیبریم محکم میشه. سیم کارتا را معالج میکنیم. خب بعد سیم کارتا پرویکا کردیم که بود not dongle device بگه برادرها در این حالت جوی سیم کارتا وایرونه جوی سیم کارتا را معالج کردن کن یا که ریمون کردن کن. خلاصه این سه پریچینه بود که در حالت not dongle device میگه برادرها سه پریچینه میشه. هر سه پریچینه رو اسپراوید کردن کن. باقی در پانو الله باشه.